رادیو دنگ امریکایی کمین رادیو نابنتوی بی کو به زمان کردی بالا بود. دست پیکی هلبت شوا 24 لسر 25 حیوانی سانه حیوا 4 سال 1992 ساعت 11 شوه ما دست پیکی متنگی تنی 15 دقیقه همین. بله. و زمان دو وقت دو هلبت دید که مالی رشول کرد صالح نجمی حسن بو عمر دزایی بو از بوم خلف زباری سربس میران و فاطمه برنگی به نزدیکی هایی که اون بیز روزه ام مالی رشول کردم چون استودیو ما خوب فکر کرد کد چابید و چوانو بیتن و جو بریم چینا بلا ببین اودی مکرن یعنی هم جرد باندین حتی من فیر بین جاران راستی ام گشتین هنده که اوشا کو مد کرد زمان کردی دا نبین و جم مجبور بین ما معنویت گود ما درجیت گود ما بسیار هفدود که بسیار کدود که کاکی تشتكي يعني معناها درسترو باشر نظانيتن ما بوش وشكل ما عندك اوديج ما نبين وشا وكو ما عندك داس بيكرن وكو آستانج آستانج بيتا بيكرن ركبري هفركي اما ما اینو نه وقت دا انترنت توش نبین یعنی اگه هاش بن گلا کیم همه کسا نبین وجبه کاغذ بمتاتن کاغذ بمال همه ولاتید کو کرلی های بمتاتن اروپا بمتاتن قال بيرد بيتشان كل كاغذ كان ده بس نا راديو دا يعني نيجون تشتكي مظن بيكور يكمن جار ولاتك وكو امريكا راديو که بزمان کردی دست بید نه ده بله چند کار بده است که هاتی نویره اید کرده زانه ات که هاتی نویره هاتی نسردانه شعار کردی سوریا جهاد بینایره او بم کل در وجی دستگاه بلاف کردن راگه هندن زور بینه هل انترنت بگیره رادیو بگیره تلویزیون بگیره همه چیز زور بی بله یا گرینگ او سبارت دنگ امریکا یا بلایمه لاگر نیه یعنی چوالی سیاسی ناگریدن بلنده خلق باور لید که هر شکلی را بلاو بیتن چونکه بالسر بچپ از پارتی سیاسی نیه نوی سوانت کرد نافدار لارمنستانه لأوروپا ما وكو جهد وكو ألمانيا سويديا قال أكو أخفتنا وجو چه نوی سوان چه شاعر چه سترامبيش ما برنامه هبین فرهنگ و توره ما هبیم گل همیات آخفتی شتی گرینگ اوه ده خلق گوه خورده دنگ امریکا کما گوتی چکی بلایانه و بارد کنه شتی تا بلاف کنه جی راستی بوهای اوه برهنده یعنی فرق گل دستگاه دید راگه هندنه و حال به وقتی ما دست بکریم 15 دقیقه بی گل کم بی پشتینگی زده بی ما برنامه زده کرن برنامه جدا ما زده کرن هم گل روشن بیرون نوی سوانت کرد و سترامبیج آخفتین لحمه پارچه لأوروپا گله خبر کرد البته چون که مدام همه پارچه لحنه و هر دو لحجه هر دو زوره وحیه و یا سر بخواه یا سر به حکمت اینه و گرینگه دو ما بتر گوده سال 1974 بهاره حکومت عراق دست به هیرش و کرده جی کرده اسینگی ناف کردستانی بیو زمانه و چه وقت از گنده خوبیم حکومت عراق هجوم کرد سر کرده هنگی رادیو دنگ کردستان دست بکر رحمتی صبری بوطانی که شاعره که کرده نوو بانگه گفتم من نبیتو بچه رادیو شول بکه من گفت آخر مشغول نکیل رادیو گفتم دنگته خوشه کردیاته باشه هر نبیتو شول هیوا چهار بیم دست بکری او اكو قلت ركفتنا آداره وقت خود قلت ركفتنا آداره حكومت بغداد جيب جي نكر او دز بشر كر شهر هنگي هاتا كرن اسنگي الراديو ما هاور تبان ما نزكي صالك وتشتكي واس الراديو مشغول جرا اول نبي سوون ابد كرت كنت سر دونما بجن كا خلافي زي برد بين فما قلت كوي چنده آره والله هیوی من او اكو گودار ما راضي بند برنامه ما راضي بند زمان کو ام پیتاخ بین هیویم هر او کد راضی بن ام کاری کو ام پیرود بین